بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، عذر بالجهل چی گفتنی سخن است و چی معنا دارد؟ به مردم عامه عادی کرده فهمانید. گفتنی یک سوال به برادر اینجا نوشته بود. ما میگوییم عذر بالجهل گفتنی سخن، عذر دادن به جهل، یعنی یک انسان کفر اکبر را میکند یا یک انسان شرک اکبر را میکند، دیگر انسان مسلمان به همون انسانی که شرک اکبر کفر اکبر را کرده شده است میگوید که این آدم با این کفر کرده ایستاده اش و با این شرک اکبری کرده ایستاده اش کافر نمی شود. برای چی؟ برای آنکه جهل عذر است، یعنی میگوید که این جاهل است، معذور است، عذر دارد. مثلا عذر دارد به کدام معنا؟ یک انسان میانش معیوب است، راست ایستاده قائم شده، رکن نماز قائم بودن است، راست ایستاده نمیخواند، نماز خوانده نمیتواند، ششته نماز میخواند. ما میگوییم برای این انسان جایز است ششته نماز خواندن، زیرا که میانش معیوب است. معیوب بودن میان این عذر است، معذور است. یا که یک زن پیرانسال شده یا که یک مرد بینت پیرانسال شده که اینقدر پیرانسال است که قوه روزه‌داری ندارد، ما میگیم که پیر شدنش به این انسان عذر است، روزه ندارد هم گناهکار نمی شود، فقط به یک روزش یک کسی رو دهد، یعنی 30 روز، یعنی 30 یتیم رو طعام میدهد. این چنین جهل عذر است. وقتی که مرجعه ها و حزبی ها و این عاذری گمراه ها جهل عذر است میگند، این معنا که هر کسی که هر کاری را که کرد کفر است، شرک است، اکبر است، اصغر است، یا کفر اکبر یا شرک اکبر یا استهزای الله، دشنام دادن الله و رسول دین، چی کاری نکرد، این آدم جاهل باشد، این آدم گناهکار نمی شود، از اسلام بیرون نمی شود. یعنی معنای سخن اینا همین که آدم اگر جاهل باشد هر کاری را بکند هم، کفر اکبر شرک اکبر را کند هم، وای کافر نمی شود. آدم جاهل اسلامش همیشه گویا که باقی میماند. کی کافر می شود؟ عالم باشد یک اکبر کافر می شود میگن، عالم را کافر می شود میگن، جاهل را نمی شود. انمین است معنای العذر بالجهل. آیا همین حقیقت دارد؟ آیا در حقیقت قرآن و سنت، یعنی الله و رسول، به صحابگان همین را تعلیم دادند و صحابگان به تابعین و تابعین به این امت همین را تعلیم دادند که آدم جاهل الله را دشنام دهد هم، رسول الله را دشنام بدهد هم، آدم جاهل استهزا به دین کند، آدم جاهل شرک اکبر را کفر اکبر را کند هم، وای آدم مسلمان می ایستد. یعنی جهل، این آدم جاهل بود، گفت جهل عذر میدهیم، یعنی این آدم معذور است. چرا معذور است؟ جاهل بود، برای همین این آدم نفهمید، برای همین این آدم کافر نه مسلمان است میگه. آیا همین درست است؟ نه درست نیست. این سخن را نه الله در قرآنش گفت و نه در رسول الله در سنتشون و نه صحابگان همچنین فهمیدند و به دیگران همچنین تعلیم داده باشند. این چنین نیست. قرآن و سنت و فهم سلف صالح این اومد از صحابگان، تابعین، تبع تابعین، بر ضد این سخنی این باطل جهمی ها، مدخلی ها، حزبی ها و این مرجع های زمان است. قرآن و سنت میگوید که کسی که کفر اکبر و شرک اکبر را کرده باشد، یعنی یک کس آمد خودش را مسلمان میگوید، نماز میخواند، روزه میدارد، یا مسلمان میگوید حج میرود و غیر عبادت های میکند، یک روز به دین شوخی میکند، با دین الله شوخی استهزا میکند، به پیامبر شوخی میکند، قرآن را استهزا میکند، یا موحدین را به خاطر دینشون، یعنی دین را مقصد میگیرد و استهزا میکند، حج را استهزا میکند و مسخره میکند. این آدم کافر است اگرچه جاهل باشد یا اگرچه نفهمید. یک آدم نفهمید همین عمل را، کفر بودن را، فکر کرد که این هم یک شوخی است. چگونه که بعضی از مسلمان ها شوخ هستند، میخواهند که دیگران را خندانند، به خاطر خندانیدن دیگر انسان ها به قرآن و به سنت و به الله و به رسول، به دین شوخی میکنند. فکر میکنند که اینها این کارشان یک وقت گذرانی، یک خنده و بازی، این کفر نیست. فکر میکنند که کافر نیست، لیکن الله از بالای 7 آسمان، از بالای عرش است، این خیلی آدم را کافر گفته است. الله میگوید بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، یعنی یک ایده که وقتی که به الله و رسول استهزا کردند، شوخی کردند،
الله به آنها میگوید این واقعیت در جنگ تبوک شده بود. یک ایده که ایمان به رسول الله داشتند، حکم صحابه شدن را داشتند، حکم صحابه را داشتند، ایمان به الله داشتند و به رسول داشتند. به خاطر جهاد کردن اهل کتاب به تبوک رفته بودند. در همون جا که 20 روز پیامبر ایستادند، در یکی از نشست‌ها یک نفر به 5-6 نفری گرد و اطرافش بوده شوخی استهزا کرد، صحابگان را مسخره کرد که دستشون قفس و شکمشون کلان و اینا جنگ کردن نمیتوانند. گویان انا همین صحابگان شاگردان رسول الله و جهاد امرو مسخره کرد که یک نفر از بین همین 5-6 نفر خیست و به نزد رسول الله رفت و خبر داد و باقی مانده ها سکوت کردند و جیم ایستادند. یک نفر شوخی کرد، باقی مانده سکوت کرد، یک نفر خیست. همون یک نفر خیسته رفته رو الله کافر نگفت، مسخره کننده رو کافر گفت، ساکت نشسته رو هم کافر گفت. به همین سخن راضی شده گوش کرد، ایستادم کافر گفت. وقتی که به اینها میگید که شما کافر شدید، میگن که کنا نخوض و نلعب. اینها گفتن که ما نمیدونستیم که این کار مسخره و شوخی که آدم کافر میشود. ما فکر کردیم که یک بازی کردیم، یک شوخی کردیم. الله گفت بالله و آیاته و رسولی کنتم تستهزئون. شما به الله، به آیت الله، به رسول الله، به دین الله دارید استهزا و شوخی و مسخره میکنید. لا تعتذروا. شما عذر ندارید، شما عذر ندارید. ندانستن شما عذر نیست، جاهل بودن شما عذر نیست. شما ندانستید که کافر میشوید، لیکن جاهل بودن شما عذر نیست. شما کافرید. قد کفرتم بعد ایمانکم. بعد از ایمانتون کافر شدید. الله میگه اثبات کرده شده است که اینا ایمان داشتند اما بعد از ایمانشون کافر شدند. به خاطر چی؟ به خاطر کفر اکبر. از سبب نفهمیدن استهزا کردن کافر شدند. خودی الله تکفیر کرد. این چنین هر کسی که الله و رسول را دشنام میدهد به اجماع علما کافر است. چخیلی که ابن تیمیه رحمه الله در کتاب صارم المسلول علی شتم الرسول ذکر میکنه که من سب رسول الله صلی الله علیه و من سب الله و رسول صلی الله علیه و سلم کفر به اجماع العلماء. به اجماع علما کفر است، شکی نیست. و این چنین کسی که شرک اکبر میکند، میرود به نزد قبر سجده میکند، طواف میکند، ذبح میکند، دعا میکند، این آدم کافر است به اجماع همه علما. در اساس قرآن و سنت این آدم مشرک است. جهل عذر نیست. در شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر جهل عذر نیست. حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند من نفهمیدم گوید هم مشرک است. کسی که مراجعت به محکمه های طاغوتی میکند در حالتی که در بین مسلمین است، قرآن و سنت رو دیده، جهلش عذر نیست، مشرک است. انا همین است که ما میگیم جهل عذر نیست، اما مدخلی ها میگن جهل عذر است. وقتی که جهل عذر است میگن، مشرکین رو برادر میگن، رافضه ها رو، صوفیای قبوری رو، حاکم های بغیر منزل الله رو ولی الامر میگن و 100% مخالف قرآن و سنت و مخالف مسلمین حرکت میکنند و اهل توحید رو خوارج میکنند. به همین خاطر سلف صالح رو، همه علمای اهل سنت رو، این مدخلی ها، این حزبی ها، این سروری ها خوارج میگن. الله خورشون کند خودشون رو. همه امت رو اینا خوارج گفتن. صحابگان مگر خوارج بود؟ حضرت علی وقتی که به همون رافضه ها، بگویم به همون غلو کرده رافضه هایی که حضرت علی را اله گفتند، حضرت علی جهل را عذر نگفته همش را تکفیر کردن، مگر حضرت علی خوارج است؟ حضرت ابوبکر وقتی که مان زکات را عذر نداده، جهل را عذر نگفته تکفیر کردن، تعویل و تقلید نگفتند، آیا حضرت ابوبکر خوارج است؟ مسیلمه کذاب را همه پیروانش آدمای جاهل را که نه خوانده میتوانست نه نوشته میتوانست، همش جاهل بود، همش را بالکل تکفیر کردند. فرزنداش رو کنیز گرفتند، زنهاش رو کنیز گرفتند. این صحابه ها به اجماع همشون خوارج شدند. از نظر مدخلی ها بله، مدخلی ها به همه صحابگان طعنه میزنند. این کسانی که وصال حق به کار میکند، عاذری، هر کسی که عاذری است این گمراه است و صحابگان رو خوارج گفته و قرآن و سنت رو تکذیب کرده ایستاده است. از همین جهت عقیده اهل سنت و جماعت همین است که عاذر المشرک، یعنی کسی که مشرک رو مشرک نمیگوید، به او اگر از سبب شبهه، از سبب جهل باشد، به همون عاذر المشرک، کسی که مشرک رو مشرک نمیگوید، حجت رسونیده می شود. چخیلی که شیخ سلیمان ابن عبدالله در کتاب تیسیر الشرح، کتاب التوحید، تیسیر العزیز الحمید بیان میکنند که من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او توقف، هر کسی که تکفیر نکند مشرکین رو یا توقف کند از مشرک گفتن اونها یا که شک کند در کافر بودن اونها، بوین له ادله القرآن و سنت، دلیل قرآن و سنت رسانیده می شود و بعد از رسیدن دلیل قرآن و سنت باز ادامه دهد، این هم مثل اونها مشرک است. از همین جهت عذر المشرک که حجت رسیده است باز ادامه میدهد مثل مشرک است.
مسئله خطرناک است. خودت را حفظ بکن، دینت را حفظ بکن. تو وقتی که به قبر می روی همراهت خودت و عملت هست. وقتی که بروی الله سبحانه و تعالی روبرو میسی تو خودت و عملت هست. عملت تو رو نجات میدهد. سبب نجات تو عملی تو یک تو پرستی تو است. نشود که به این طاغوت پرستا همراه بشوی و گمراه بشوی. انا همین است عقیده عذر بجل که در بارش اختلاف شدید در بین اهل سنت و الجماعت و در بین بارک الله فیکم مرجعه ها این طاغوت پرستای جهمی ها میشود. بارک الله فیکم.